بچه‌ها همیشه باید از پدر و مادرشون انتظار عشق و توجه داشته باشن. ولی اگه پدر و مادری سمی باشن چی؟ میدونید توی سال 2008 اداره سلامت و خدمات انسانی آمریکا گزارش داده که بیش از 50,000 کودک به طور رسمی قربانی آزار عاطفی شدن. حرفای آزاردهنده چه عمدی باشن چه نه میتونن زخمی رو بذارن که از چند روز تا یه عمر با بچه همراه بمونه. خیلی وقتا این حرفا از نزدیکترین آدم ها میاد مثل پدر یا مادر و همین میتونه آسیب جدی روانی و عاطفی به بچه بزنه. نحوه تربیت و رفتار والدین پایه شخصیت و عزت نفس بچه رو میسازه. پس چطور بفهمیم یه پدر و مادر سمی هستن یا نه؟ اینا 8 جمله رایج از والدین سمی هست که میتونه زندگی یه بچه رو خراب کنه. و اگه میخوای بدونی که با پدر و مادر سمی باید چی کار کنی، این ویدیو مغزباز رو از دست نده. شماره 1، توهین به ظاهر. مثلا خیلی زشتی، خیلی چاقی، خیلی لاغری، قدت کوتاهه، موهات زشته. اینجور تغییرها باعث میشه بچه از ظاهر خودش متنفر شه و مدام نگران بدنش باشه. حتی میتونه منجر به اختلالات جدی مثل اختلالات خوردن بشه. در حالی که وظیفه والدین اینه که به بچه یاد بدن خودش رو همونطور که هست دوست داشته باشه. شماره 2، سوالهای طعنه‌آمیز در مورد رفتار. مثل چرا اینجوری راه میری؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا مثل آدم رفتار نمی کنی؟ بچه ها هر چیزی که والدین بگن رو باور میکنن. اینجور طعنه‌ها باعث میشه بچه فکر کنه که یه ایراد اساسی داره. نتیجهش اینه که حتی وقتی بزرگ میشه از خودش بودن جلوی بقیه میترسه و مدام نگران قضاوت دیگرانه. شماره 3، آرزوهای خودخواهانه. جملاتی مثل کاش به دنیا نمی اومدی، کاش سختت کرده بودم، پشیمونم که بچه دار شدم. این حرفها برای بچه ویرانگره. باعث میشه فکر کنه اصلاً نباید وجود می داشته و لیاقت زندگی کردن نداره. همین حس میتونه به افسردگی و حتی خودآزاری ختم بشه. شماره 4، الغای حس اضافی بودن. مثلا خیلی خرج روی دستم گذاشتی، داشتنت منو خسته کرده. اینجور حرفا باعث میشه بچه فکر کنه که یه بار اضافیه. در نتیجه نیازها و احساساتش رو قایم میکنه تا باعث ناراحتی والدین نشه. طبق گزارش‌های روانشناسی همون کمبود عشق و توجه میتونه بعضی از بچه‌ها رو به سمت رفتارهای مخرب مثل دزدی یا خشونت ببره. شماره 5، مقایسه‌های ناسالم. مثلا چرا مثل خواهر یا برادرت نیستی؟ ببین بچه‌های دیگه از تو بهترن. این مقایسه ها عزت نفس بچه رو نابود میکنه. باعث میشه هر چقدر تلاش کنه بازم فکر کنه که کافی نیست. حتی مقایسه خواهر و برادرها با هم رابطه بینشون رو مسموم میکنه و حسادت و دشمنی میاره. هر بچه باید فرصت داشته باشه هویت مستقل خودش رو بسازه. شماره 6، توهین‌های مستقیم. مثل تو خیلی خنگی، به درد نمیخوری، تو هیچی نمیشی. این جملات عزت نفس بچه رو خرد میکنن. والدین باید به بچه ها اعتماد به نفس بدن، نه اینکه دائم خردشون کنن. شماره 7، تهدید به رها کردن. مثلا میذارم تو میرم، یه روز بیدار میشی میبینی من نیستم. این تهدیدها باعث میشه بچه دچار ترس از رها شدگی بشه. وقتی بزرگ بشه ناخودآگاه همیشه میترسه که آدمهای مهم زندگیش ولش کنن. این ترس روابط آینده‌ش رو نابود میکنه. شماره 8، قولهای دروغین. اگه این کارو بکنی برات فلان چیزو میخرم. قول میدم دفعه بعد ببرمت اونجا. ولی بعد هیچ وقت انجامش نمیدن. این کار اعتماد بچه رو میشکنه. یاد میگیره به هیچ قول و قراری توی زندگی اعتماد نکنه. جمع‌بندی. حرفها فیزیکی نیستن ولی میتونن روان و احساسی بچه رو نابود کنن. کودکی مهمترین بخش زندگی هر انسانه. شخصیت، رفتار و باورهای ما همونجا شکل میگیره. تا حالا خودت این نوع آزارها رو تجربه کردی یا کسی رو میشناسی که به خاطر این شرایط آسیب دیده باشه؟ پس این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذار تا پدر و مادرها یا حتی پدر مادرهای آینده بیشتر حواسشون باشه به حرفایی که میزنن. اگه از ماموریت ما حمایت میکنی فراموش نکن که مغزباز رو دنبال کنی و برای ویدیوهای بیشتر در زمینه‌های روانشناسی به ما کمک کنی. و مثل همیشه مرسی که تماشا کردی. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون